شام بخیر تماشاگران عزیز. امروز من کتاب یتیم رو که مؤلفش صدرالدین انیس خونده باقی خوندم. این کتاب بسیار هم جالب و شوق‌آور، ساده و روان و عموفهم است. وقتی که انسان بسیار کتاب میخواند زبانش برو میشود. یکم فوند لغوی هر یک انسان بای میشود. دوم سخنرانیش زیبا و دلنشین میشود. سوم از همه مهم خواندن زیادی کتاب انسان را با سواد و با معرفت میگرداند. تماشابینان گرامی، ما تصمیم گرفتیم که مادرم این کتاب خواندم رو یعنی کتاب یتیمی صدرالدین عینی رو از من امتحان گیرد. مرحمت، من به سوال جواب آماده‌ام. مرحمت. خوب، در اینجا من نام‌های اشانقلبای و شاقل را می‌بینم. اشانقلبای کی بود؟ شاقل کی بود؟ اینها کی هستند؟ کیها هستند؟ اشانقلبای یک بای یک دهه بود. بای یک دهه بود و شاقل دادری یک زنی کلانی اشانقلبای بود. خوب، یک نام دیگر را می‌بینم در اینجا. سارا کی است؟ سارا مادری یتیم. سارا مادری یتیم. خوب، حاضر. روزی مراد کی است؟ روزی مراد تقای یتیم بود. تقای یتیم. خوب، حاضر. نوربیبیش کی است؟ نوربیبیش دوست دختر یتیم بود. دوست دختر یتیم. یعنی که عروسی یتیم بود. بله. خوب، مراد کی است؟ مراد پدری یتیم بود. مراد پدری یتیم. در اینجا میبینم کتاب یتیم. نام کتاب یتیم است. برای چی یتیم رو یتیم میگویند؟ برای آنکه او پدری او وفات کرده بود. برای چی پدرش وفات کرده بود؟ برای آنکه اشانقلبای به شاقل فرمان داده بود که مراد را با ملتق پرونده کشد. برای چی سبب کشتن، چی سبب فرمایش کشتار در چی بود؟ چی میخواست؟ برای آنکه اشانقلبای میخواست زنی زیبای مراد را یعنی سارا را به خود به زنی گیرد. پس او را به زنی گرفت؟ بله، لیکن به مجبوری. خب نام اصلی یتیم کی بود؟ چرا یتیم در همه جا یتیم من میبینم یتیم کلمه یتیم آمده است. نام اصلیش چی بود؟ نام اصلی یتیم شادی بود. او را برای آن یتیم میگفتند که پدری او کشته شده بود. این کتاب از چند صفحه عبارت بود؟ کتاب یتیم از 159 صفحه عبارت بود. خب 159 صفحه رو یعنی کتاب یتیم که از 159 صفحه عبارت بود آن رو خوانده مطالعه کرده به آخر رسانیدی. کوتاه قصه کن که کتاب در عموم درباره کی و چی بود؟ این کتاب درباره سرگذشت یک پسرک با نام شادی بود که در خردسالی از پدر خود محروم گشته یتیم ماند. اینچنین او زندگی خیلی سخت و پرمشقت را از سر گذراند. خوب تماشابینان عزیز، بهوده نگفتند انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. تا نوار بعدی خدا نگهبانتان باشد.